سلام كمسك الختام. پدر جان، افعال مکلفین کدام هایند؟ به نام عزت پاک با عرض سلام و ادب و احترام. سوال: افعال مکلفین چی معنا دارد؟ جواب: فعالیت های دینی که به مکلفان دخل دارد افعال مکلفین نامیده می شوند. سوال: وظیفه های دینی مکلف با کدام مفهوم ها نشان داده شده اند؟ جواب: وظیفه های دینی مکلف با 8 مفهوم نشان داده شده اند. یکم فرض، دویم واجب، سوم سنت، چهارم مستحب، پنجم مباح، ششم مکروه، هفتم حرام، هشتم مفسد. پدر جان، فرض چیست؟ فرض این عبادت می باشد که اجرای آن موافق فرمایش دینی ما ضرور و حتمی است. مثلا خواندن نماز، روزه گرفتن و دادن زکات فرض می باشد. کسی که فرض را اجرا می کند ثواب زیاد می گیرد. کسی که بی سبب فرض را اجرا نمی کند گناهکار می شود. کسی که به حتمی بودن اجرای یکی از فرضها باور ندارد و یا آن را همچون فرمان دینی ما حساب نمی کند از اسلام می براید. دو نمود فرض موجود است. یکم فرض عین. فرض عین فرض می باشد که هر یک مسلمان مکلف حتما باید آن را بجا آورد. مثلا 5 وقت نماز خواندن، روزه گرفتن فرض عین می باشد. دویم فرض کفایه. فرض کفایه فرض می باشد که اگر یک چند مسلمان آن را به انجام رسانند از دوش دیگر مسلمانان این مسئولیت ساقط کرده می شود. اگر این فرض اجرا نگردد در این حالت مسئولیت به دوش همه مسلمانان می افتد. مثلا اگر مسلمان وفات کند و گروه مسلمانان نماز جنازه او را خوانند در این مورد مسئولیت از دوش دیگر مسلمانان برداشته می شود. پدر جان، واجب چیست؟ واجب عبادت هایی می باشند که اجرای آنها حکم کرده شده است ولی آنها به مثل فرض دلیل انیق ندارند. مثلا خواندن نماز عیدها، دادن صدقه در ماه شریف رمضان و هنگام عید قربان قربانی کردن. همچون اجرای فرض کسی که واجب را اجرا می کند ثواب می گیرد و کسی که اجرا نمی کند گناهکار می شود. کسی که فرض را منکر می شود از اسلام می براید ولی کسی که واجب را انکار می کند از اسلام نمی براید. پدر جان، سنت چیست؟ سنت عمل‌هایی می باشند که پیامبر صلی الله علیه و سلم اجرا کرده است و به ما هم مصلحت اجرای آن را داده است. دو نمود سنت موجود است. یکم سنت مؤکده. سنت مؤکده آن چیزی است که پیامبر صلی الله علیه و سلم ترک نکرده همیشه اجرا میکرد. مثلا سنت های نمازهای بامداد، عصر، شام و نماز تراویح سنت های مؤکده به حساب می روند. دویم سنت غیر مؤکده. سنت غیر مؤکده این سنت می باشد که جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم در حیات خود 1-2 مراتبه آن را بجا آورده است، مثل سنت نماز عصر و 4 رکعت سنت پیش از نماز خفتن. کسی که سنت ها را اجرا می نماید ثواب می گیرد و از پشتیبانی جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم برخوردار می گردد و کسی که سنت ها را اجرا نمی نماید از ثواب محروم می گردد. پدر جان، مستحب چیست؟ مستحب عملهایی می باشند که عمل خوب و کار نیک به حساب می روند. این را نفل و یا مندوب نیز می نامند. مثلا خواندن نماز ضحی، روزهای دوشنبه و پنجشنبه روزه داشتن، به فقیران صدقه دادن و دادن هدیه.
کسی که مستحب را اجرا می نماید ثواب می گیرد و کسی که اجرا نمی نماید گناه نمی گیرد. پدر جان، مباح چیست؟ مباح عملهایی می باشند که در اجرای آن آزاد هستیم. در اجرای مباح ثواب نمی گیریم و در ترک آن گناهکار نمی شویم. مثلا راه رفتن، نشستن و خوابیدن مباح می باشند. پدر جان، مکروه چیست؟ مکروه عملهای بد می باشند و اجرای آنها پسندیده نمی شود. مکروه دو نمود می شود. یکم مکروه تحریمی، به حرام نزدیک بوده. این عملهایی می باشند که با دلیلهای دقیق اثبات کرده نشده اند ولی ممنوع هستند. کسی که این نمود مکروه را به جا می آورد گناهکار می شود. مثلا تماکو کشیدن، به سبب نماز عید را نخواندن، نماز عصر را در وقتش نخواندن و آن را هنگام غروب آفتاب خواندن تحریما مکروه به حساب می روند. مکروه تنزیهی، به حلال نزدیک، این عملهایی می باشند که دین اسلام اجرای آنها را نمی پسندد. کسی که این عملها را انجام می دهد گناهکار نمی شود ولی کاری ناخوب می کند. مثلا با دست راست بینی افشاندن مکروه تنزیهی به حساب می رود. پدر جان، حرام چیست؟ حرام عملهایی می باشند که دین اسلام آنها را قطعیاً من نموده است. مثلا کشتار، دزدی، استعمال نوشاکی های اسپرتی، زیناکاری، قماربازی، استعمال گوشت خوک، به سخن پدر و مادر گوش ندادن، سخنهای بد و ناسزا نسبت به آدمان گفتن حرام می باشند. کسی که عملهای حرام را انجام می دهد ضد امر فرمان الله تعالی می براید و گناه کبیره می کند. شخصی که از حرام دوری می جوید سزاوار محبت الله تعالی می گردد و ثواب زیاد می گیرد. شخصی که ممنوع بودن حرام را انکار می کند و آنچه را که الله منع کرده است جایز حساب می کند کافر می شود. پدر جان، مفسد چیست؟ مفسد عملهایی می باشند که عبادت آغاز شده را خللدار می سازند. مثلا سخن نماز را ویران می کند و دانسته خوردن و نوشانیدن روزه را می شکند. عبادتهای خللدار شده را باید از نو آغاز نمود. این بود درس امروزه. با همین درس امروزه را به انجام می رسانیم. نوار را تماشا کرده به یار و دوستانتان بفرستید تا در این مسئله ها برادران و خواهران ایمانی ما معلومات پیدا کنند. کانال ما را دستگیری کنید، به کانال ما ابونه شوید. نیت آن را داریم که تا ماه شریف رمضان اعضایان کانال را به 15,000 رسانیم. الان 80% تماشابینان به کانال ما ابونه نشده اند. ممکن که یکی از آنها شما باشید. کانال ما بهترین کانال برای شما و عائله شماست. پس اعضا شدن به کانال ما را فراموش نکنید، چون که این برای پیشرفت کانال خیلی مهم است و اینچنین دعا را در حق ما فراموش نکنید. و سلام بر آن شخصانی که راهی هدایت را پیش گرفتند.